بررسی هفته دوم ایونت موسیقی در افسی موبایل. امروز این ویدیو قراره که ما هفته دوم ایونت موسیقی رو توی افسی موبایل بررسی کنیم تا ببینیم چه کارت‌های جدیدی اضافه شده و کلا چی اضافه شده. پس آخر ویدیو همراهش که خیلی ویدیو باحالی شده. خیلی خوش اومدیم به این ویدیو. توی این ویدیو قراره که ما هفته دوم ایونت پیچ بیتس رو بررسی کنیم که ایونت موسیقی هم هست و حالا هفته پیش ما این ایونت رو بررسی کردیم که هفته اولش هم بود و اون هفته ایونت کلاسیکش بود، یعنی بخش کلاسیکش بود و الان بخش راکش وا شده و قرار ببینید دیگه چه فرقی کرده و چه کارتایی اضافه شده دیگه. خیلی خوب، این از منو بازیه که منو بازی کلا این صفحهش تغییر کرده و عکس دروگبا اومده و حالا این تغییر جزئیه دیگه و یه مینی ایونت هم اومده که اگه اینجا ما ببینیم یه مینی ایونت هم اومده و خب حالا بریم سراغ پیچ بیتس و میخوایم کارتای راکش رو ببینیم که دیگه ببینیم چه چیزایی اضافه شده هست. خیلی خب، این همون استار پسش و ایناه که حالا اگه جلوتر ما بیایم اینجا زده کلاسیک، اینجا زده راک که اینجا کلا زده اینجا آبی شده و میذاریم گو تو و حالا ببینیم چه تغییری کرده ایونت راکش، بخش راکش یعنی. خیلی خوب، حالا ما الان اینجا که بیایم وارد بخش راک بشیم، همین اول یه بلینگام 100 نسخه راکش به ما میده که من هفته پیش گفتم کارت بلینگام کلاسیکو داد، گفتم شاید کارت بلینگام راک هم بیاد یا کارتای دیگه بیاد دیگه و حالا اگه بلینگام راک اومده ما میفهمیم که کلا هفته های بعدش کلا هیپ هاپ اینا میاد، بلینگام نسخه هیپ هاپ میاد و حالا اینجا که بیام عکس دروگبا رو زده و جلوترم دروگبا رو زده که حالا کارت دروگبا 150 زده که این کارت هم رایگانه، یعنی با شاردی چیزی نمیخواد ما بخریم ولی کلا گرفتنش که خیلی آسونه. خب یعنی حتما کارتو بگیرید. حالا چجوریه نکنید، اینجا این تمرینا اینا داده. اول نکن اینجا یه 4 تا جای خالی نوشته، میگه باید 4 تا دیسک به دست بیارین. اینجا یه سری تمرینا رو باید انجام بدیم با یه سری بازی‌ها که میزنه دیسک اول، دیسک 1 و حالا اینا رو بریم زده دیسک 2. اینا رو اگه کامل کنی الان فعلا 2 تا دیسک 3 و 4 هم فردا میاد. الان شنبه است این ویدیو رو رکورد میکنم، فردا دیسک 3 و 4 به بازی اضافه میشه و حالا من دیسک 1 رو گرفتم و اینجا اگه ببینین زده دیسک 1 پر شده و 3 تا دیسک دیگه مونده که حالا این 3 تا دیسک هم راحت میتونین بگیرین و حالا اگه این 3 تا دیسک هم این 4 تا دیسک رو کامل بتونین بگیرین، اینجا به شما کارت دروگبای 105 رو میده که مدل 120 شارده فکر کنن که حالا جلوتر میبینیم 120 شارده که حالا مثل بخش کلاسیک. اینجا اگه من میام تو بخش کلاسیک این مثل اینجا 200 شارد دیگه نمیده دیگه، اینجا 200 شارد دیگه نمیده ولی 120 شارد میده دیگه، چون کارت 105 مدل 120 شارده و میتونید 120 شارد رو بگیرین یا دروگبای 105 رو آپگرید کنین و وارد ترکیبتون کنین. این دیگه بسته به میل خودتونه و آره دیگه این 4 تا دیسک هم تکمیل کنید دروگبا رو میگیرین و حالا میریم سراغ بخش گالری تا ببینیم چه کارت‌های اضافه شده. خیلی خوب، حالا من اومدم توی گالری توی بخش راک و هفته بعدم جزه و هفته آخرم هیپ هاپه. توی بخش راک اومدم و کلا اصلا طراحی کارتا عوض شده. اینم بهتون بگم دیگه طراحی کارتا عوض میشه دیگه، نه کنین کارتش. ولی خب به نظر من کارت کلاسیکش قشنگتر بود، حالا نمیدونم دیگه ولی به نظر من کارت کلاسیکش قشنگتر بود و حالا بازیکنایی که اومده دیویس اومده، بست اومده، استم اومده، پویول اومده، لوکاکو اومده، مارکینیوش اومده که حالا الان بیشترینش 1250 تا شارده که دیویسه که الوی هم بازی میکنه و آره دیگه اینجا هم دیگه همونه و اینا 105 120 شارده بازیکن 105 و حالا اگه نظر منو بخواین، نظر من اینه که کلا نظر من اینه که هفته اول بهتر بود، چون نکنین هفته اولو کلاسیک هفته اولش خیلی بهتر بود چون که
زیدان اومده بود، پویول اومده بود، اینا همه اومده بودن خفنا. یعنی کارت خفن قشنگ هفته پیش اومده بود. نه کنید یه از هفته اوله که زیدان اومده، اشمایکل دیگه، پیرلو، جوردی آلبا دیگه اینا اومده دیگه و کلا هفته اول به نظر من خیلی خفن تر بود. خب حالا اینم از مینی ایونت جدیدی که اومده هست که برای اومدن فصل بهاره و حالا اینجا یه سری لباس ها میده. این لباس کیت قشنگ و رایگان میده و حالا اینا حالا دیگه توضیح ندم دیگه، چون دیگه خودتون میدونید دیگه، چون ایونت کوچیکه دیگه، ایونت های کوچیک دیگه توضیح ندم بهتره. و حالا بیاین توی گالری میبینین که کلا فرناندو تورس اومده دیگه، منم نمیدونم قشنگ فرناندو اومده، لمپارد اومده که کلا ببینید ایونت کوچیکه دیگه، نه از زیاد توقعی ازش داشته باشیم دیگه. حالا این از این ایونتی بود که دیگه گفتم بگم دیگه. خیلی خواهد شد از این ویدیو، مرسی که تا اینجا ویدیو همراه بودین. اگه از این ویدیو خوشتون اومد ویدیو رو لایک کنید و چنل رو سابسکرایب کنید و تا یه ویدیو خفن دیگر بدرود.